این سوالی که برادر ما کرد، برادر عزیز و گرامی، سوال همین است که یعنی خودرضایی به معنای یعنی با دستش خودش حرام میکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد. مقصد من از این کار دست کشیده نمیتونم، لیکن 5 وقت نماز ما میخوانم، آیا نمازی من قبول هست یا نه؟ برادر در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از اختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیرها و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه خلال نجیم. حدیث پیامبر است که بغرض از مرگ همه درد دواهای رو کرده، تازه‌اش شما میتونید دسترس کنید، مایده‌اش هم هست روغن سیادونه را و همچنین سمیمان هست و دیگر غیرها هست. ان شاء الله با باری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید و همچنین میتونید به جای بشکه هست حجامه میکنن بعضو همه وقت زنگ زنید ان شاء الله که خدمت دهید. برادرای عزیز، یک سوره داریم برای به نام مؤمنون. الله را ببینید چی میگه. از اولی آیت میخونم: قد افلح المؤمنون، به تحقیق رستگاری یافت، نجات یافت مؤمن ها. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همون هایی که در نمازهاشون خشوع دارند. یعنی وقتی در نماز داخل می شوند، نماز عبارت از خشوع، از تضرع، یعنی در نمازشون خودشون بین شکسته می گیرند. بسیار یک شخصی به مثل یک شخصی محتاج می گیرند. یعنی نماز با بسیار یک بگیم طریق بیچارگی قطعی خودشون نماز می خوانند. الله مهربان گفت که انمین نماز مؤمن هایی که در نمازشون تضرع و خشوع دارند، نماز اینها پیش خدا قبوله. بعد گفت والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن های نجات یافتن که هر جا اگر سخنی بیهوده و بی معنی باشد، خودشان از اونجا وقتی که بیراه میکنن، خودشان از اون نشست البته کنده میکنن، جای دیگری را برای خودشان انتخاب میکنن. گفت این مؤمن ها هم نزد الله نجات یافتند. باز میریم والذین هم للزکات فاعلون، دیگر مؤمن های نجات یافتند که از مالهاشان زکات دادند. برادر عزیز، از مالهاشان زکات دادند. خوش به حال آن برادرانی که از مالهاشان زکات میدهند. وقتی از مالت زکات ندادی، مالهایی که باقی در دست داری، اون مالها چی خیرم کنی که خیر نمی شود و اون مالها هم در دست تو همچون مال حلال به حساب نمی رود. الله مهربان همین مالدارهای ما را همون غیرت حضرت عثمان داماد پیامبر نازنین ما نصیب بگرداند. برادرای عزیز، پولی را که حضرت عثمان داشت، امروز پولدارهای ما را اگر چند نفرش که جمع کنی، بر حضرت عثمان پولداریش برابر شده نمیتونن. یکی شما میدونین که وقتی از دنیا گذشت، وقتی که او را به قتل رسانیدن، در حال میگه همون دشمنها و بدبینهاش میگه میدونستن که حضرت عثمان بسیار آدمی دولتمند بود، ثروتمند بود. میگه در حال کافتکاوی خانهش در آمدن، گفتن یه مقدار مقصد مالم بگیریم، هم خودش کشتیم اکو مالاش هم بگیریم. وقتی آمدن همون صندوقی که در خانه حضرت عثمان بود، میگه کشادن که داخلش خالی هیچ نداره، لیکن همونجا یک مکتوب، یک ورق در داخل همون صندوق بود. وقتی مکتوب میکشویند، در بالاش نویسندگی بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، من عثمان ابن عفان هستم. من شاهدی میدهم که الله یکه و یگانه هست و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده خدا و پیامبر خدا هست
و گواهی میدهم این که قیامت حق است. گواهی میدهم که زنده شدن بعد از مردن حق است. گواهی میدهم که عذاب و راحت خانه قبر حق است. گواهی میدهم که پرسیدن منکر و نکیر در خانه قبر حق است. گواهی میدهم که جقیدن قبر برای از بندگان خدا حق است. گواهی میدهم که پول صراط حق است. گواهی میدهم که ترازوی اعمال حق است. گواهی میدهم که دادن نامه اعمال حق است. گواهی میدهم که دیدار الله مهربان در جنت حق است. با همین عقیده زندگی کردم، با همین عقیده جانم را به الله تسلیم کردم. همین را نویساندم، برادر عزیز در صندوقشان گذاشتن و خودشان رفتن. وقتی ایره خواندن برادر عزیز، همون نفرهایی که برای مال و پول صندوق کشاده بودن، همشان میگه گریان شدن. الله رحمت کند حضرت عثمان و از او راضی باشد که او از 10 یار بهشتی بودن. چه خدمت های برجسته کردن. خدای مالدارا و پولدارای ما را همون غیرت امورت یادو. وقتی ای دنیا هم که رفتین مثل حضرت عثمان واری با عقیده همون زندگی کنین، با عقیده همون دنیا را پدرود بگین. برادرای عزیز و گرامی، دیگر نفری را که الله گفت از مؤمن هایی که نجات می‌یابد، مؤمنی که از مالش زکات می‌دهد. میرین دوامش، والذین هم لفروجهم حافظون. برادر عزیز، آمدیم سری سوالی که این مرد کرد. والذین هم لفروجهم حافظون. نجات یافت همان مؤمن هایی که فرجهاشون، شرمگاهاشون حفظ کردن. یعنی خواه مرد خواه زن. وقتی برادرای عزیز معناهای این در تفسیر آمده است که یعنی معنای فرجها به معنای شرمگاهاشون حفظ کردن از نفرهای بیگانه، یعنی دستی به کار حرام نزدن. تفسیر دیگری که در زیر این کردن عیناً به نفرهایی که با دستهای خودشون خداشون وقتی که برادرای عزیز چیکار میکردن؟ گفتیم برادر ما خودرضایی میکردن. و بینه که حقیقتاً این بسیار یک عادتی بده. من درباره این مخصوص در همین کتابخانم کتاب دارم. میگن هر کسی که اگر به همین کار اگر آموخت شود، حتی زنم که بگیرد با دست به همین کار میزنم. دیگر جهت بدی را من خواندم، نویسنده است که نفری که اگر دست به همین کار میزند، یعنی با دستش خودش حرام میکند، وقتی همون مردن ده بگیم، وقتی جان سپاریدن ده، کلمه شهادت به زبانش نمیوید. یکی همین سخن برای همین ها آمده است در کتاب، یکی برای نفرهایی که در دنیا همیشه بنگ میکشند. برادرای عزیز، همین آدمایی که بگیم با گیرین و با بنگ و با همین سر کار دارن، یکی آدمی با دستش چه حرام میکردگی هر دمی رو آورده است که در حالت سکرات یا در حالت پیش از مرگ کلمه شهادت در زبانشان نمیگردد. برادران عزیز و گرامی، بسیار بینیم بسیاری از همین مردمی که گیرین و بنگ استعمال میکردن، دیدین که اونها وقتی که گفتی چون همون دوز شبا زیادتر که میکنن، هر کدامشون همین میره مرده است مثال، یعنی حرام گفتی مردم ما هم تا پرتافتگی دیگه، بعد میان جسدش بیچاره بسیارش در چردکا، بسیارش در بالای کوها، بسیارش در قدای رها، وقتی بیمار شدن کسل شدن اوکال کردن، همون بنگ ها را زدن، دیگر ارگانیزم که قوتی او را نمیکند، یا این ارگانیزم ما برای این نه آفرید از الله که ما اینها را از گیرین و از بنگ و از دیگر مقصد حرام ها مقصد
با اینها را آلوده کنیم تا جزاشان همین می شود. برای همین برادر عزیز و گرامی، نماز اکو بسیار کاری نیکه. من امروز در همین چیز بسیار حیران میشم برادر عزیز که ما وقتی پیامبر گرامی را آمدن گفتن حضرت مقصد آیت قرآن است که نماز از منکرات یعنی از کارهای بد نمازگزار را منع میکند. آخه امروز مقصد اینه بعضی هاش با دستاشون خودشون حرام میکنند، بعضی هاش نماز میخونند زنا میکنند، بعضی هاش حاجی و خلاص دست بر رشوه و دست به دیگر کارهای حرام میزنند. او این چه نمازه؟ پیامبر گفت نمازی که اگر صاحب شه از کار بد من نکنه، یعنی معناش همیه که این نماز ای زمره نمازهایی که پیش خدا قبول می شود، این از اون نمازها حساب نمی شود. برای همین برادر عزیز امروز آب روی نمازگزارا را شما ریزاندین. یعنی آدمای نمازخانه دیگر در چشم مردم به اعتبار کردین. نماز میخوانین تمام بدبختی را میکنین. حاجی هستین تمام کارهای زیشت ای دستان میآید. ریش هاتون دراز دراز. اگر یک کسان پرسه میگوی ها خاطر سنت پیغمبره، یا صلاتون کلان کلان اگر یک کسان پرسه میگوی خاطر سنت پیغمبره، لیکن کردار شما را میبینن، اعمال شما را میبینن، آدم خیلی خیلی بعدش میآید. برای همین برادر عزیز تا اگر از این کار دست نکشی در قبول نمازی تو الله دانا هست که نمازی تو را حالش چی میشود. خدای مهربان توفیق تون دهد.